حزب آزادی افغانستان. آقای ملک وقت ما بخیر، سپاسگزار هستم از فرصت این گفتگو. بر ما بگوین که ملا منصور رهبر قبلی طالبان را خب شما از نزدیک میشناختین، یک مدت هم نزد شما او آدم زندانی بود. چی خصوصیات داشت، چی بود و چگونه بود و کی بود؟ سلام و درود به همه هموطنان عزیز. سلام و درود به همه دوستایی که برنامه را دنبال میکنه. تشکر از لطفتان. مولوی اختر محمد منصور رهبر طالبان حدود 8 ماه در قریه فیض‌آباد ولایت فاریاب پیش ما اسیر بود و در اونجا قرار داشت. چندین بار با او صحبت کردیم، از نزدیک دیدیم و شناخت در اونجا داشتیم. او یک اسیر بود و حال ما امروز راجع به یک کسی صحبت میکنیم که دیگه او زنده نیست. راجع به یک برداشتی که صحبت میکنیم او وقت پیش ما اسیر بود. بله. و از اسارت ازی جناب شهید عامر صاحب مسعود هم در جریان قرار داشت و عامر صاحب مسعود فهمیده بود که یک آدم توانمند در گروه طالبان هست. به خاطر مذاکره پیش از او مرحوم مارشال فهیم روان کرده بود و از امو جمله که پیلن آبیل سریاور مارشال فهیم که الحمدلله زنده هست، شاهد از او صحنه است. بقیه دوستا هم حضور داشتن. پیش ملا اختر منصور، مولوی عبدالرزاق وزیر داخلی طالب ها، مولوی صادق عضو شورای رهبری طالب ها، حاجی فضل احمد رئیس خارجه طالب ها، اینا همگی اسیر بودن. بعد از تحولی که در شمال افتاد به وقوع پیوست و چندین باری که ما با او دیدیم، از نزدیک صحبت کردیم. مرد متفاوتی بود، مرد آرام و مرد خوش صحبت و مرد خوش برخورد و مرد فهمیده به نظر می رسید. بله. و ظاهرا در بسیاری مسائل هم نظر با صلح، هم نظر با برنامه پروگرام های صلح خود نشان میداد. بله. یعنی آقای ملک، دلیل اسارتش بود یا واقعا هم چنین آدم بود، قضاوت جدایی هست. بله. چند موضوع از گپای شما بود. اولی که میشه بگوین نمی کدام سالها بود که نزد شما ایشان اسیر بود. دوم هم بحثی بود که گفتین یک گفتگوی صورت گرفت بین نماینده احمد شاه مسعود که شما از مارشال فهیم یاد کردین و از یاورشان یاد کردین. روی چی گفتگو میکردن؟ میبینید در سال جوزای، بعد از جوزای سال 1376 تا حدود 8 ماه پیش ما اسیر بود. گفتگوی صحبت صلح و مذاکره و ختم جنگ با طالب‌ها که پیشنهاد عامر صاحب شهید مسعود بود که وقت ما وزیر خارجه و او وزیر دفاع بود. این اسیرها همگی پیش ما در قریه فیض‌آباد بودند و صحبت‌های متفاوت صورت گرفته که بحث از این در این برنامه طولانی هست و ما در برنامه کاکتوس هم به هموطنان عزیز خود وعده داده بودم که در قبال از این ملاقات و از این صحبت‌ها و خاطرات خود کتاب 7 سال از یاد رفته نوشته میکنیم. متاسفانه که در حوادثی گپا نشد، نوشته های ما به تعویق افتید. بله. انشالله روزی خواهم نشر کرد این مسئله را. درست. بسیار بحث های طولانی و عمیق صورت گرفته این مسئله. ما چند مثال کوتاهش میگم که یکی از بحث ها همی بود که شما چرا جنگ میکنین و جواب مولوی اختر منصور و مارشال فهیم همی بود که شما چرا با ازبک ها، با هزاره ها، با حکمتیار و بقیه احزاب جنگ کردین؟ بله. عامل جنگ شما هستین یا ما هستیم؟ بحث کوتاهی که بینشان صورت گرفت بسیار البته طولانی هست و بسیار با استدلال قوی و منطق و بحث صورت می گرفت. و مقابلا برش مارشال صاحب فهیم مرحومی برش گفت که شما از پاکستان تجهیزات میشین، امکانات میگیرین، دیگه میگیرین. مولوی اختر منصور بسیار با یک خنده معنادار طرفش سیل کرد، گفت که شما چرا از روس‌ها تمویل میشین؟ ما مجبور شدیم که به دامن یک برادر همسایه خود پناه ببریم. قبل از ماها که در اونجا به پاکستان رفتیم، شماها رفته بودین، آقای ربانی، آقای مسعود، آقای حکمتیار، آقای سیاف و غیره و غیره از تماما رهبرای جهادی نام برد که شما در دامن پاکستان بودین و شما در پاکستان زندگی کردین، با اون کار کردین. ما بعدی در کوتاه مدت اونجا رفتیم. و خلاصه کلام این است که در مدتی که صحبت ها صورت گرفت، بعدن که چند بار دیگه که صحبت ها داشتیم،
ظاهرا مولای اختر محمد منصور یک آدم بسیار آرام و خاموش و یک آدم با چی معلوم میشد، با درایت و مدیریت معلوم میشد. خب شما در موردش گفتین آقای ملک، ولی چند موضوع میمونه. یکی که از لحاظ سواد دینی این آدم چگونه بود، شما چطور یافتنش؟ دومی که با این خصوصیات که شما گفتین که یک آدم خاموش بود و خیلی پر سر و صدا نبود، چطور تانست که در این جنگ قدرت با دیگران این آدم به رهبری برسه؟ این بحث داخلی طالب ها هست. من آنچه را که در اونجا شاهد هستم این هست که اولا ایره عامر صاحب مسعود هم درک کرده بود که یک آدم با نفوذ و یک آدم تاوانمند در صفوف طالب ها هست. در او وقتی که پیش ما این آدم اسیر بود، این وزیر هوانوردی گروه طالب ها بود و مسئول قوای هوایی طالب ها بود و عامر صاحب مسعود فهمیده بود که از پنجشیر یک هیئت به رهبری مارشال پایین پیش از این فرستاد که با این صحبت بکنه و مذاکره بکنه. حتما اون وقت او بیشتر از ما معلومات داشت یا بیشتر از ما اطلاعات زیادتر در قبال از او داشت. بله. و بحث دینی از این که ما عالم دین نیستیم که در برابر دو عالم که یکی مارشال پایین بود که او هم خود عالم دینی میتراشید و یکی که مولوی بود خود مولوی میگفت که ما قضاوت بکنیم که توانمندی علم دینی کدامش بالاتر. بله، ولی شما در بین میانجی دو عالم دین بودین دیگه. اما استدلالی که مولوی منصور بر مارشال پایین داشت واقعا با از یک قوت توانمندی بالا گفتن حرف یا منطق حرفی صحبت میکرد. ظاهرا خود نشان میداد که مولوی منصور شخصا خودش طرفدار جنگ نیست، بنان به این خاطر یک پست ملکی را انتخاب کرده. علاقمند جنگ نیست و علاقمند صلح هست. بله. در طرف دیگر گفته های یک اسیر است که پیش ما گفته بود، اما چقدر میگه واقعیت داشت نداشت و مربوط به خودش میشه. بله. آقای ملک، بیاین که در مورد طالبای فعلی هم صحبت بکنیم. در این مراسم امروز ملا یعقوب گفت که کسایی که مخالف رهبری ملا منصور بودن هنوز هم مخالف هستند. او چی رو میخواست برسانه؟ تحلیل شما چیست؟ چی افشاگری میخواست بکنه و چی پیام رو برسانه؟ ببینید چند مسئله است اینجا. یکی خود اختلافات داخلی خود طالب ها هست، حتی در شبکات قومی و در شبکات دیدگاه های مذهبی. و در اون وقتی که مولوی اختر منصور رهبر طالب ها بود، یک گروهی از طالب ها تحت قیادت ملا رسول یا ملا منان نیازی برای از اون گروه مخالفت داشت و با اینا بدگویی داشت. احتمالاً او باشه، احتمالاً خارجی هایی که در کشتن ملا اختر منصور دست داشتن و رو کشتن احتمالاً هدفشان او مسئله باشه. ایره من نمیتونم که قضاوت بکنم که چون ما حاضر از اون مجلس نبودیم و دیدگاه ملا یعقوب بدانم که چی باشه. احتمالاً که اختلاف خودشان باشه، بین داخلی خودش باشه، بحث دیگه باشه. در این باره از قضاوت عاجز هستم. بله. آقای ملک، بعد از اینکه ایشان نزد شما اسیر بود و خب این فرصت تمام شد، تماس داشتید بعد از اینکه خب طالبان شکست خورد و امریکایی آمد و حکومت تازه و در 20 سال و پیش از این کشته شود؟ نه، تماسی با هم نداشتیم. هیچ خبری هم ازش نداشتین؟ هیچ خبری نداشتیم که کجا هست و هیچ تماسی هم همراهش نداشتیم. و روزی که رهبر طالبان شد چطور؟ بله؟ روزی که رهبر طالبان شد چطور؟ او وقت هم هیچ تماسی نبود؟ ما بعد از اینکه از اسارت آزاد شده رفته و یک بار در جمهوری اسلامی ایران بودم که به من زنگ زد، یک احوال پرسی کرده و دیگه قطعا تماس همراهش نداشتیم. و بعد از اینکه رهبر طالبان شده تماس نداشتیم و بعد از اون که در مخالفت با طالبان قرار داشتیم هم تماس نداشتیم. و بحثش هم امی بود که هر کس میتونه دوستای شخصی باشه و بحث سیاسی را به مسئله داخل نمی کنیم. ما فقط خواستیم که برات زنگ بزنم که تو جور هستی، سلامت هستی. بله. بله. در طرف امو زمان فکر میکردین آقای ملک گاهی که یسیری که پیش شما است یک روز رهبر طالبان میشه؟ اون وقت هم آدم کلان بود، وزیر هوانوردی طالب ها بود، از نفوذ و از قدرت کافی برخوردار بود، اما هیچ کس هم تصور نمیکرد که کی رهبر میشه و کی عسکر میشه. یک بحث جدا هست. ولی در اون وقت انتحار هم نبود، در زمانی که ما بودیم انفجار هم نبود، کشتن هم بستن هم نبود
و ظاهرا آنچه را که ما در او مجلس دیدیم و شنیدیم و چندین بار که خودم صحبت کردیم و حتی امو شب مهمان خانه ما بود، در مهمانخانه ما تا نصف شب با مارشال فهیم بحث داشتن سر پروسه صلح، سر پروسه آیات و حدیث و بحث های آیات و حدیث داشتن و دیگه مولوی هم 6 تا بود در اونجا حضور داشتن. وزیر داخلی طالب ها مولا رزاق که وقت والی هرات بود و مسیر بود رهبری طالب ها هم بود. ولی ظاهرا اینطور به نظر میاد که آدم با وزنی هست، آدم توانمند یا قدرتمندی است. بله آقای ملک، این بحث آهسته جمع میسازیم. چند موضوع را میخوایم که تحلیل و دیدگاه شما را داشته باشیم، بینندارم برشان جالب میباشه. اولی که رهبر فعلی طالبان از دید شما چرا مثل دو رهبر سابقه غایب است؟ اول ازش نیست، صدای ازش نیست و طالبان میگن که خب وضعیت امنیتی خوب نیست، یک روز خاتمه. این انتظار به کجا میرسه؟ دومی که تداوم حکومت طالبان را در افغانستان شما با این تجربه که دارین و قضایا و بلندیا و پایینیایی که در افغانستان دیدین چطور به تحلیل میگیرین؟ طالب و افغانستان قصهشان چی میشه، به کجا میره؟ ببینید، یک بحث از اینجا میگیم که طالب ها یک رهبری واحد نداره. برداشت ما البته وقتی که میبینین در یک قشلاق یک ملایی که طالب هست، او خودش هم رئیس الوزراء است و هم امیر المؤمنین است و خودش امر نهی میکنه، خودش میکشه و میبنده و هر کاری که میتونه بکنه انجام میده. یک عسکر طالب هم همچنین. ما هنوز به این معتقد نیستیم که در طالب ها یک رهبری واحد وجود داشته باشه. مثلا یکیش میگه که دخترها مکتب برو، دیگهش میگه که حق نداره برو، یکیش میگه که یک چیز دیگه، یکیش میگه یک چیز دیگه. این مشکلات در صفوف طالب که یک برنامه ندارن، تشکیلات ندارن وجود داره که عملا ما مشاهده میکنیم. در قبال از این که رهبری طالب چرا خود نشان نمیده، این مربوط میشه به خودشان یا این رهبری عملا وجود نداره که هنوز در یک بحثی است که نامعلوم است، یا هم نمیخواد که به اصطلاح خود نشان بده، یا هم هر بحثی که وجود داره. چون ما تجربه استخباراتی ندارم، نمیتونم که قضاوت استخباراتی بکنم. بله سپاسگزار هستم جنرال ملک. در بحث دوم قضیه که میاییم، بله که حکومت طالب ها بقا داره یا نه. حکومت ظلم هرگز بقا نداره و جنگ ادامه در افغانستان ادامه خواهد داشت. تا زمانی که طالب ها اصل واقعیت ها را، حقوق ملت ها را، حقوق خانم ها را، حقوق اقوام مختلف در افغانستان نپذیره و برای ایجاد قبول نکنه که راه حل جنگ 40 ساله افغانستان از دید ما، از دید دیگه بقیه ساکنین افغانستان که نظام فدرالی هست نپذیره، احتمال از این جنگ چند سال دیگه دوام خواهد کرد و بالاخره افغانستان منجر به چی شد بحث بعدی است. سپاسگزار هستم جنرال ملک شمس، رهبر حزب آزادی افغانستان که در این گفتگو با من بودید. وقت شما بخیر.